درود به شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار. و چون همیشگی من هستم در خدمت شما مریم دولت و همراه همکار گرامی‌ام محمود کبیر. امروز یک صحبت داریم با شما در اطراف تاثیر بزرگان بر روزگاری جامعه. کیستن بزرگان؟ ما کی را همچون بزرگ اعتراف میکنیم و چرا همچون بزرگ اعتراف میکنیم و چگونه تاثیر دارند آنها بر روزگار جامعه و تاریخ این یا آن ملت، در فرهنگ آنها چرا ستون میشوند؟ ما چرا کیها را ستون های فرهنگ میگیم و ملت ها از این بزرگان خودشان چی میگیرند و چه قرضی دارند در نزد این بزرگان؟ ما میدونیم که انسان هم یک زینه انکشاف و یک نقطه بلندی این انکشاف خود را دارد که ما هنوز از هستی پیشینی خلق خود میدونیم که آن زینه کامل کمالات است و شخصانی که در همین زینه ها بالا می روند و آنها می رسند به همون بلندی هایی که معنویات و کامل شوی، آنها دیگر نمی میرند. آنها در یاد مردم، در قلب های مردم تا ابد زنده اند و بسیار گویم که خلق های دیگری هستند که تا یک زینه می روند، تا یک زینه گویم که احساس است یا که یک زینه عقل است، ولی از آن بالاتر رفتن نمی توانند. برای ما دائم میگوییم که این ملت می تواند، خیلی سعدی را اعلان کردن معلم بشر، می تواند کسانی بزرگی را تیاد که دائم یادآور شود جهانیان را که عموما انسانیت، بشریت یک سمتی دارد که به آن هر زمان رفتنش در کار و نیاز دارد به معنویات و به انکشاف، بدون آن که البته از تکنولوژی بقوت شدگی است و خطری هست که بعد چند وقتی این تکنولوژی یک شعوری پیدا میکند، یک برنامه که یگان عالم او را میسازد و این تکنولوژی میتواند بر ضد انسانیت رود و انسانیت در نزد ایجادیات خود، تکنولوژی خود نهایت ضعیف است. برای همین انکشاف کامل بودن و با اراده و با آن قدرت گویم که قوه‌های نهانی که در درون انسان هستند، آنها را بیدار کردن لازم است. بله. و آنها میتوانند در این حالت بر ضد یا نه آن اگر که ظهورات نامطلوبی از طرف تکنولوژی حاضر شود، آن را برطرف کنند. برای همین میگم که کسانی بزرگانی که در هر قوم و ملتی که هستند، آنها نشان داده انا همان سمتی هستند که انسان ها باید از آنها نمونه بگیرند و آن سمت رو هیچ وقت فراموش نکنند. درست است، ولی یک حالت دیگری هم هست. مثلا ما وقت کلمه بزرگ میگوییم، این همیشه اونهایی هستند، شخصیت هایی هستند که به یگان شک و شبهه اعتراف شدند از جانب جامعه خودشون، از جانب بشریت انتخاب شدند، اعتراف شدند و آنها همچون ابرازی مثبت هستند. سعدی را یادآور شدید که واقعا سعدی شاعر خیلی بزرگ است و شاعری است که در دیوار و آن در سازمان ملل متحد 4 مصرع او همچون شعار آدمیت ثبت شده است و یعنی تمام جهان وقتی که اون رو میخواند، تا اندازه اگر که برگردیم به عالم علوی میگیم که میتوانیم بگیم که روحش شاد میشود، بار دیگر زنده میشود. ولی از طرف دیگر این انسان نه تنها زنده است به خاطر اینکه او رو یاد میکنه، یعنی تنها منفعت خودی رو در نظر نیست، او همیشه به مغز انسان ها، به روح شعور انسان ها تاثیرگذار است. بعد چندین عصر هم کسی اثری رو میخواند و از او بهره میبرد، مغز او یک دریچه‌اش رو برای عالم میکشاید، یک سبقی از محبت میگیرد. مثلا تا امروز وقتی که ما درباره مهر و محبت یا درباره عشق خدا صحبت کردن خواهیم، ما حافظ رو میکشیم، میگیم که دیوان حافظ دیوان محبت خداوند است، یا مثنوی معنوی رو یادآور میشیم. یعنی اینها تاثیرگذار همیشگی هستند
ولی باز انسان های هستند که در تاریخ بشریت خیلی تاثیر گذاشتند ولی تاثیر منفی. ناپلیون مثلا که با جنگ ها، اسکندر مقدونی که هرچند در تاریخ ادبیات ما او رو یک شخص مثبی اعلان کردن همچون شاه عادل، ولی اصلا یک کشورکشا است، یک شاه جنگنده است که با کشورهای دیگر لشکر کشیده است و جنگ به خونریزی نمی شود. یا گیتلر رو وقتی میگیرید، این هم انسانی است که با شخصیت ناتکرار خودش به تاریخ بشر خیلی تاثیر رسانده است. بسیار تاثیر منفی است، بسیار قتل کشتارها است. امروز مثلا درباره شخصیت لنین خیلی بحث ها می روند که مثبت بود یا منفی. ولی یک فیلم رفته ایستاده است در تلویزیون روسیه و نزدیکی گرفتن، در اونجا رو دیمون می نامند، ابلیس نام کردن که مثلا تا این دوره هنوز هم قسمت بزرگی آدمایی هستند که رو داهی میشمارن. یعنی شخصا نه انسان های بزرگی که ما میگیم نه همیشه میتوانند چهره مثبت داشته باشن، یعنی کارها و میتوانند شخصانی باشن تو امروز چون لنین که سیمای خیلی بحثناک باشن. یک نفر میگه که داهی است، پیشوا است، یک نفر دیگر میگه که ابلیس است، فلان کارهای بد کرد. یعنی ما درباره بزرگان وقتی که میگیم، یعنی بزرگ بودن هنوز معنی اون رو ندارد که انسان تنها نیکی کرده باشد. یعنی نیکی از نگاه امروزه ما نمیدونیم بعد 50 سال تاریخ نسبت انسان هایی که ما امروز نمبر کردیم چگونه بها میدهد. ما نمیدونیم که نظر جامعه، نظر بشریت به حادثه هایی که 100 سال پیشتر گذشتن تغییر مییابد یا نه. و از این رو حالت هایی که می شود که در تاریخ ما هم چنین ملت ما هم چنین انسان هایی هستند، چنین شخصیت بزرگی هستند که با پیشرفت ملت خیلی تاثیر رساندند، ولی در مورد معین خاصه امروز باعث بحث قرار دارند. به خاطر می‌آوریم زردشت را که زردشت کیست؟ بعضی ها نسبت او همچون آتش پرست احساسی منفی دارند، او را قبول ندارند و بزرگان انسان های هستند، علمانی هستند که میگن که زردشت یک بخشی فرهنگ ملی ماست که یک خدای را پیش از آمدن اسلام اینجا زمینه اش را گذاشت. از این رو ما میتوانیم امروز درباره شخص های تاریخی نه تنها همچون قهرمان های مثبت سخن کنیم. شخص های تاریخی کدام کاری کرده باشند، نه بس باباهای امروزه ما تاثیر آنها رو دیگر از تاریخ زدوده نمی شود، از تاریخ ملت، از تاریخ جامعه و از تاریخ بشریت. البته جای آن است که ما امروز یک دیدی نوی داشته باشیم و تاریخ خود که بسیاری آن در گوییم که اثرهای پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ما پرزیدنت کشور امام رحمان درد شدند و گوییم که با پیدا شدن ملت ما همچون خلق تاجیک که از قوم های سغد و سکایی و مختاری اگر گوییم که پیدا شده باشد، قومی که حالا ما آنها را فارس میگوییم، آنها از یک گروهی از قوم های سکایی از دروازه بدخشان رفتند و در همین ایران حاضر زمان خراسان پیشینه که ایجاد کردند و زبانی آنها مانند زبانی همین سکایی های همینجا بود. چون که اگر ما گوییم که عالمان ما یوسف خوب کار کرده در این ساحه و آن را یعنی که از سرزمین تاجیکستان پیدا شدن زردشت رو همچون شخصیت معانی و در آنجا وحی گرفتنش و قبول نشدن و پس از آن رفتن به همون طرف های ایران و با اشتر رفتنش، چون که در کوهستان البته اون زمان کوهستان چنین شکلی نداشت، چون که آبی که گوییم که پنجه که در سطح قله ها بود در این مدت چند هزار سال خیلی سطحش که پس رفته است و کوه ها پیدا شدند
و در همون که زبانشان یک بود آن قوم سکایی آنها را قبول کردند و یکمین بار شده زردشت یک سیستمای دیدی جهانبینی را با آنها داد و گویم که از روی که در دین گویم که اسلام هست که 124,000 پیامبر خداوند فرستاده است و به هر قومی و مذهبان آنها و خودی آنها و یعنی که مذهبان خودی آنها یعنی که وحی خود را رسانده است. اما کن تصور کنید که اگر این قوم زبانی گویم که زردشت رو نمیدانست آن رو قبول کردن نمیتونید چون که زبان وقتی که در سطح بلندی معنوی و اجتماعی گپ می رود خیلی باید بای باشد و یکمین بار شده این گویم که مرد خدا 4 عنصر را گفت آتش هوا و آب و خاک را گفت که در تمام دین‌های این قبول هست و حالا علم فیزیک همان را اثبات کرده است. یکمین بار در مسئله شهرسازی، در مسئله زراعت، در مسئله جدا کردن حیوانات، در مسئله کشتن پشه که مثلا نماینده دیو زویل هست گفته یعنی که حالا ما میدونیم که پهن کننده میکروب های کسلی آور بود است. یکمین بار شده در مسئله علف ها 100 نمود علف را گفت گویم که حالا تهاجر همین سپندود تهاجر در ما هست که از همون زمان آمده است. میگفت که یعنی گیگینه درون خانه را گفت ناخن‌ها را گرفتن موی سر را شانه کرده در زمین پرتافته آنها را در یک جا روز کردن. تمام خلق‌های حتی آفریقای شمالی تا همین اوراسیا آسیا و اروپا همین عادت را دارند یعنی که موی سر و ناخن‌های خود را برده در یک جا روست میکنند در تگ پا نمیپرد چون که میگوید که قسمی از بدن انسان است و میتوانند که او را سحر کنند. گفته چون سو یکمین بار گات‌ها یعنی که سرودهای آیه‌های را گفت که مثلا حمد و ثنای خداوند را میگفتند ولی دو بار این دین گوییم که یک رفرم شد. یکی در زمانی که آمد از طرف اسکندر مقدونی ساخته شد کتاب یکتاشو بردن در اون دوره آمدن مثلا دیگرگونی ها ورد ساخت و در دوره دیگر دوره‌ای که ساسانی ها کردن یعنی که این رفرم سبب آن شد که ماهیت اساسی این دین گم شد مقصد اساسی این دین گم شد یعنی که ما حالا گفتن نمیتوانیم که این همچون دین است این یک فرهنگ ملی ماست خیلیش مقید بله این یک تاریخی خلقی ماست که دانستن آن برای ما مهم است ولی همچون دین قبول کردن البته این خطا هست و کسانی هستند که در این مثلا تا حال زنده هست گویم زردشتی تا حال در هندوستان شمالی هست و این آتش پرستیدن یعنی که این آتش این سمت عبادت بود. در صومعه در همون جا آتش رو نگاه می‌دید چون که آتش گوگرد نبود با سنگ و با چخماق و بسیار چیزها پیدا میکردن در آنجا دائم آتش زنده نگاه می‌داشتن یا که مثلا گوییم که دو خدایه بودنش آهسته رفرم شد که ما تا اون که 18,000 سال در کار است که غلبه کردن در کار اهریمن را برای اون رو هم سجده کردن و همین سبب آن شد که یک نفرت در عالم گوییم که مونوتئیسم نسبت به این دین پیدا شد و ما اگر نگاه کنیم قومی گویم که تاجیک و فارس هم سلسله پیغمبران خود را داشت. ما حالی در این مسئله نمیگویم که این مسئله دین که دینی ما دین اسلام است این ما لیکن این یک فرهنگی بود که مثلا آمدن آیین مهری موغانی که حالا مگیه که میگن از این کلمه گرفته تمام اروپا پهن شده است. اصلا اگر که پیغمبر رو به معنای مثلا به معنای دینیش نگیریم به معنای خود کلمه گیریم شخصی که پیغام میبرد پیغام میتواند پیغام فرهنگی باشد پیغام ادبی باشد مثلا ما شاعران خودمون رو پیغمبر شعر میگیم و هیچ کس از این نمیرنجد و وقتی که ما درباره زردشت میگیم اگر که او رو ما پیغمبر اگر از نگاه دین نگوییم اگر امروز عزیزان در زمان خود بود در زمان خود و پیغام فرهنگ رو آورد و اگر که باز برگردیم به اون چیزی که در دین اسلام میگه که یک برگ درخت به رضایت خداوند از شاخ درخت به زمین نمیافتد مگر زردشت میتوانست به رضایت خداوند بزرگ عرض هستی کند
اینقدر دانش به دست بیارد و به مردمان آن را برساند. درست است. ما ببینید آیین مهری که پیش از گوییم که زردشت بود تا حاضر همون شکل‌های وضع شده او و انکشاف یافته او در اروپا دیده میشد که مگه میگویند. موغان، همون موغانی که پیش میگفتن، حتی حافظ چند بار یادآور شده در این مسئله. و ما بعدی گوییم که زردشت میبینیم که باز مانی آمد و مزدک آمد و در اصل اجده باز بهایه پیدا شد و یعنی که اینها گوییم که یک سلسله پیام هایی هستند که مخصوص برای همین قومند. مثلا جبرائیل که در دین اسلام همچون کاتب خداوند بین مثلا پیامبر و خداوند یعنی که سخنان خداوند یعنی فرمان خداوند میارد، در گوییم که دین زردشتی آن رو در عموم عالم اسلام آن رو سروش میکنند. اگر ما بینیم شاهنامه را خوانیم در آنجا کمک کردن بهرام چوبینان رو از طرف سروش است. یعنی که این نشان دادی آن است که این قوم هم بعضی چیزهایی داشت ولی در وقتی که برخورد مثلا که سال گذشتند و یکی از خطاهای سختی عالمان و خیرتمندان همون زمان چنین بود که همان شریعت دینی خود را به خواستی حاکمان زمان راست میکردند. بله، زمان سازی. این سبب آن شد که انا همین فرهنگ آهسته آهسته کاهش یافت، آهسته آهسته ضعیف شد و در آن علاوه ها وارد شدند و این سبب آن شد که آن چیزی اصلی پیشینه که خود داشت، این گویم که مونوتئیسم زردشتی آهسته آهسته خود یعنی که ماهیت که چیزی ماهیت زمانی خود را گم کرد. برای همین دیده که ما گوییم که این قسمی از تاریخ خود را خط زنیم گوییم که آن نبود، این نمیشه، چون که این ریشه است. این فرهنگ است، این یک تاریخ است که ما بدونیم که این ملت ما ملت کتابدار است. برای همین وقتی که دین اسلام اومد، خیلی که پیش از این صحبت ما صحبت کردیم، این سخنش ما که این دین رو خلق ما آسان قبول کرد. بله، زیرا زمینه داشت. زیرا اگر که مثلا دین‌های دیگر، ملت‌های دیگر در این مسئله مشکل داشتن، زیرا مثلا توتم‌ها داشتن. یک قوم سگی رو میپرستید، قوم دیگری سنگی رو میپرستید، قوم دیگری شاید حیوان دیگر رو میپرستید. برای آنها سرجم شدن و خدا یک و یگانه رو پرستیدن مشکل تر بود و برای ملت فارس این خیلی آسان شد و همون خدمت زیادی که ملت فارس در ترغیب و در انکشاف حتی گفتن ممکن فرهنگ اسلامی کرده است، ریشش هم از آنجا آب میخورد. و هر چیز که پیشتر شما گفتید، مثلا پاکی طبیعت، حفظ کردن زمین، یعنی دانشجوی اکولوژی که امروز تمام جهان حاضر بانگ خطر میزنن برای حفظ کردن سیاره از خود انسان. و در فرهنگ زردشتی این چیز خیلی خیلی خوب جای شده است که مثلا با آب خس پرتافتن ممکن نیست. و امروز در فرهنگ ما در این از اسلام نآمده است، این مال خود ملت است که اگر که پیشتر همین چیز بود که اگر یک خس از بالای آب رود، چند نفری از پایان رفته میپرسن که این خس از خانه کی آمد؟ با اون نفر میفهمونه که این کار خوب نیست که خس پرتافتی، آب افلاس شد و آدمایی که از پایان آب میخورن آب زهرآلود رو میخورن. و از بس که ما این فرهنگ رو امروز کاسته کردیم، خودمون این مشکل رو داریم، ما حاضر آبها رو افلاس میکنیم، زیرا خودمون رو تا اندازه از ریشه فرهنگ زردشتی هم کنده کردیم. و فرهنگ مادر ملت است. این گپ نو نیست، گپ رو من شما هم نمیگم، این چیزی است که مسلم است، این اکسیوم است. انسان رو اگر که فرهنگ اویلش انسان گرداند، جامعه رو پیشرفته میکند، فرهنگ ملتش، فرهنگ تاریخیش. و امروز بعضی اونهایی که مثلا شاید هستن آدمایی که دعوا میکنن که از بحر زردشت و در فرهنگ زردشتی برایم خیلی خطا میکنن. انسان به ریشه خودش باید تبر نزنه. اون اگر من حتی میتوانم به شکل مجازی بگویم که دین زردشتی شاید مسوده دینهای دیگر بود، زیرا هر چیزی که در آنجا بود بهترش به دینهای دیگر گذشت. در دین نصرانی هم بسیار چیزا رو میبینید که در دین زردشتی اومده است، در دین اسلام هم در تعلیمات دین اسلامی چیزها رو میبینیم، در دین بودایی هم بسیار چیزها هست که مثلا خودی همین انسان پرستی، احترامی که شخصی که مهنت میکند، مثلا دهقان خیلی شخصی معتبر است در دین زردشت.
اون کسی که دانه میکارد اون میگه خیلی شخص مقدس است، زیرا او رزق دیگران رو به وجود می آورد. این چیزهایی هستند که همه دین‌های دیگر هم در هر صورت در فرهنگ ملی آنهایی که جامعه را میخوان حفظ کنند، آنهایی که میخوان همچون ملت پیشرفته باشند، در فرهنگ آنها جای دارد. یعنی ما از این کار کردن زردشت، فرهنگ زردشتی نه تنها به منفعت ما ملت تاجیکان نیست، به منفعت تمام عالم هم نیست. یکی از سبب‌های رخ زدن، سر زدن افراطیگری در عموما در خلق ما، یک سببش این است که خبر نداشتن از تاریخ خود است. بله. اگر که اون در ضمیری گوییم که شخصیتی خلق ما باشد، اون وقت اون چیزهایی که میگیرد، مثلا مسئله های دینی، مسئله های فرهنگی، اون وقت او رو از حد گذاشتن، یعنی که از دایره معین انسانگری بیرون نمیماند، چون که در حالت نبودن، خالی بودن از گوییم که فرهنگ و درک ندادن، این سبب اون میشد که آنها چیزی رو میگیرن که بسیار اون رو سخت قبول میکنن. بسیار این مانند اون است که تشنه انسان تشنه فرهنگی و معنوی هم میشود، نه تنها فیزیکی. بله واقعا اینجا میدونی چیز دیگر هم میشود. چرا آدم ها با یک چیز وابسته میشوند؟ برای که آنها وریانت دیگرش رو نمیدونن. و یکی برای که یک نفر بسیار صحبت عجیب داشتیم سر همین موضوع ها بود، شمس‌الدین قربانی یک چیز عجیب گفت دلم برای اگر مخواهیم که ملت ما ملت باشد، کودکان را از 4 سالگی و 6 سالگی اول به قرآن نه، اول به شاهنامه آوردن لازم است که شاهنامه را بیاموزند، تاریخ خودشان را بیاموزند. بعدا اگر به قرآن بیاییم، این دانش‌های قرآنی در بالای آن دانش‌های پایه خیلی بقوت باعث اون میشود که ما هم تاریخ خودمون رو میدونیم و قرآن رو با شورانه قبول میکنیم. وقتی که تمام چیزی که رو ما به شورانه قبول میکنیم از کودکی فقط یک وریانت یگانه نشان میده. برای چی مثلا کشورهایی که ایدئولوژی سر قدرت است در یک دوره کوتاه با بنبست گرفتار میشوند، زیرا فقط یک چیز رو میبینن، حق انتخاب رو نه به خودشان میدهند نه به دیگران. هنگامی که انسان و قرآن هم حق انتخاب کسی رو محدود نکرده است، ولی اون رو وقتی که در یک معنی نوتیار این دانش‌ها رو بار میکنید، او تنها یک راه رو میبیند، همون راهی رو میبیند که معلمش گفته است و قرآن رو هم با اون پهنا و با اون وسعت و با اون عمیقی هضم کردن نمیتواند. و این باعث آن شد که امروز در بین مسلمانان جنگ میرود، مسلمان رو با نام اسلام میکشد. کیست در آن جنگ؟ آنها هستند که عیناً همین خیل دیدن، فقط یک راه رو دیدن، فقط جهاد صغیر رو دیدن و درباره جهاد کبیر، جهاد با خود چیزی نمیدونن، درباره ملت‌های خودشان چیزی نمیدونند. کیست که به جنگ میرود و جان خودش جبر میکنه؟ اونی که تاریخش رو نمیدوند، قدر خودش رو نمیدوند، قدر ملتش رو نمیدوند، ارجمند بودن خودش رو و ملت خودش رو نمیشناسد. و این ارجمندی رو از کجا باید بدهیم؟ از تاریخ خودمون، از دانش‌ها درباره. و اگر خود علم زردشتی، فرهنگ زردشتی در ما کم آموخته شده است. من مثلا یک کتاب رو میدونم با نام یک مؤلف انگلیس، مری بویس، درباره زردشتیان یک کتاب خیلی اولجانب دارد و کسی که این کتاب رو میخواند عاشق ملت تاجیک میشد، عاشق ملت میشد که زردوش رو به دنیا آورده است، عاشق آن فرهنگ میشد که زردوش پهن میکرد. و وقتی که ما با فرزندان خودمون پیش از اون که درباره علم نو اسلام چیزی بگوییم، زیرا اون درجه بالاتر است، درباره این چیز اگر گفته توانیم، من گمان میکنم که خیلی پایه استوار خواهد داشت، هم فرهنگ ملی و هم فرهنگ دینی ما. به این دو چیز، به پیوست این دو چیز ما نمیتوانیم انسان کامل رو شما پیشتر گفتید تربیت کنیم، به پایه برسونیم و بیشتر از اون ما نمیتوانیم این ملت رو آنقدر مقتدر کنیم، آنقدر توانا کنیم که از سرچشمه نوبی فرهنگ خودش آب نوشته تواند، اون رو استفاده کرده تواند و برای به آینده قدم گذاشتن اون نیرو رو داشتن همان لازم است. و نیرو اونجاست، نیرو در تاریخ ما است، نیرو در اجدادان ما است و نیرو در فرهنگ ما است. درست است. البته ما باید درست و عمیق بدانیم که نباید برخوردی بگوییم که فرهنگ ملی ما با فرهنگ دینی باشد. چون که فرهنگ ملی جای خودش دارد. مثلا مفهوم بدعت هم همین است که هر چیزی که به دین وارد کرده می شود آن بدعت حساب می شود. یعنی الهه‌های در دین فقط. بله بله. مثلا ما باز عنعنه ها داریم. بله. هیچ گپ نیست که این عنعنه های ملی باشن. مثلا در مناسبت نوروز هم
наврӯз ин хоса чизи миллӣ ва анъана ва гӯем ки як фарҳанги киштукорӣ кишоварзии мо аст. бале аслан дар суннатҳои пайғамбари бузургамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ва дар муфтии бузургтарини мо имоми аъзам ин чиз ҳаст. онҳо гуфтаанд ки анъана одат равост, зеро инсон тавассути одату анъана бисёри чизҳоро осонтар қабул мекунад. ва шояд яке аз сабабҳошам ҳамин ҳам бошад ки масалан ҳамон анъана одатҳое ки фарҳанги зардуштӣ барои миллати худаш пешниҳод карда буд боиси он шуд ки дар бисёр масъалаҳо ин миллат пешрафта шуд. ва онҳое ки масалан атрофи дини ислом кор карданд, мо пайғамбарони бузургро дар назар дорем, хулафои рошидинро дар назар дорем ва он авлиёҳое ки бо ин чиз машғул буданд, бо тарғиби минбаъдаи дини ислом, бо паҳн кардани ин дини мубин машғул буданд, онҳо ин чизро хуб медонистанд ва аз ин рӯ ба ин чиз иҷозат доданд ва онро ҳамчун як дастак, як инструмент, як усули паҳн кардану ҷорӣ кардани дини ислом ҳам истифода бурданд. зеро одат аз байни одатҳо беҳтаринаш интихоб мешавад. яке аз одатҳо иди наврӯз аст ки ҳоло ҷаҳонӣ шуд ва замоне буд ки ҳангоме ки он дини ислом омад, наврӯз то шинохтан иди наврӯз хеле мушкилот ҳам буд, вале баъдан вақте ки олимони араб инро шинохтанд, диданд ки як расми хеле зебо аст, як шукрона ба даргоҳи худованд аст, аз он ки табиат бедор шуд, табиат зинда шуд ва инсон ҳам дар масъалаи ғизо кораш осонтар шуд. мо имрӯз наврӯзро ҳамчун ид ҷашн мегирем ва на ба хотири он ки ниёз ба ғизо дорем, вале ба хотир биёред замонае ки ин ид ба вуҷуд омада буд дар давраи зимистон, ҳатто дар давраи то инқилоб ҳам то охир шудани зимистон минтақаҳое буданд ки биғизо мемурданд. мардум аз гуруснагӣ ба ҳолати бисёр бад гирифтор мешуданд ва ҳамин махоли бузак намур ки баҳор мерасад ва сабза мебарояд, ин ҳамон махол аз ҳамон ҷо аст ва бисёр махолҳои дигар ҳам ҳастанд ки мардум ғизое ки барои зимистон сарфа мекарданд, ҷамъоварӣ мекарданд, баъзан мешуд ки то охири зимистон намерасед агар зимистон дароз бошад ва наврӯзро ҳамчун омадани зиндагӣ пешовоз мегирифтанд ва воқеан ин хеле иди зебо ҳам ҳаст. ва имрӯз рисолати наврӯз дигар аст. рисолати наврӯз шукри зиндагӣ аст, шукри худи ҳамин табиат аст. мо дигар агар ки наврӯз набиёяд, масалан агар кишварҳое ҳастанд ки зимистонашон 6 моҳ аст, 8 моҳ аст, гурусна намемонанд, аз гуруснагӣ намемиранд, зеро ғизо ба қадри кофӣ барои инсоният имрӯз илму фан ва ки аз ҷониби худованд ризқи бандаҳоро зиёд кардааст, онро барои мардум мерасонад. вале мо наврӯзро ид мекунем на ба хотири ин ки аз гуруснагӣ раҳидем. наврӯзро ид мекунем барои ин ки мебинем ки табиат аз сари нав зинда шуд ва наврӯз чизи дигар ҳам дорад охир. ва дар баҳор ҳамаи мо аз нигоҳи психологиям, аз нигоҳи равониам бедор мешем, мо зинда мешем. ва аз ин рӯ ин одати хеле зебои зардуштӣ имрӯз дар тамоми ҷаҳон роиҷ шуд, паҳн шуд ва қабул аст. ҳар сол мо идҳои ҷашни наврӯзиро мебинем ки дар амрико чӣ хел тоҷикони мо қайд мекунанд ва ба шабакаи интернетӣ мепартоянд, мо тамошо мекунем, ҳамроҳи онҳо ҳаловат мебарем. ва имрӯз наврӯз ки моли аз дини зардуштӣ омадааст, ин идест ки тоҷиконро ба ҷаҳон рӯнамоӣ мекунад, моро мешиносад ва моро фарҳанги зебои моро, ҳусни ин фарҳангро намоиш медиҳад. аз ин рӯ даст кашидан аз фарҳанги зардуштӣ, яъне аз фарҳанги таърихии худамон, ман гумон мекунам аслан ҳеҷ зарурате нест ва ҳатто кори хеле хатарнок ҳам аст. албатта мо медонем ки ин қадар хатарҳое ки ба сари халқи мо меомад, вале ана ҳамин фарҳанги бузург буд ки ҳамун ҷавҳари халқа нигоҳ дошт. ва боз чун шароит мешуд, боз аз сари нав рушд мекард, боз мебаромад ва эҳё мешуд ва боз бо диди нав, боз бо як андешаҳои нав ки албатта дар ҳамон самти инкишофи миллии худ, решаи таърихии худ, чунки решаи таърихӣ ин қувваи ниҳоние ки дар замири инсон аст, ӯро бедор мекунад. қувваҳои гӯем ки зершуурона, тахту шуур дар он ҷо бедор мешаванд ва инсон бисёр корҳо мекунад ки дар ҳолати бошуурона ҳатто кардан онро карда наметавонад. ана барои ҳамин ин чизи таърихӣ ба мо лозим аст. таърихиро донистан ин бисёр чизҳоеро барои инсон мекушояд.
خطاهای گذشته رو میبیند، برتریت رو میبیند. یعنی که یک تجربه است که بسیار وقت ما میدونیم که یک زمانی هست که باز تاریخ تکرار میشود و انا همون تکرار، مثلا تکرارهای پیشینه در حالت آنها رو سر وقت راه گرفتن شاید سبب آن شود که انکشاف و آن سرعت حرکتی که مردم ما به سوی کمالات باز با سرعت تر شود و باز ایجادیاتی شود که به بشر مثلا منفعت زیادی رساند. برای همین اون چیزی که ملی هست، بله، البته این چیزی ملی هست، البته چیزهای عنعنوی هستند، چیزهایی هستند که با مردم ما خاص هستند و البته چیزهای دیگری هستند که در دین هستند و مردم ما مردم است که هیچ وقت مثلا خلق عرب شده نمیتواند. بله. چون که آنها خودشان هم قبول ندارند که کسی را مثلا بسیار گویم که چی بود؟ چون ضرورت برای هیچ کس لازم نیست، نه با عرب لازم است نه با ما لازم است. چون که این خلق با همین زیباییش گویم که انگشت و بینید برابر نیستند. بله. با همین زیبایی با همین گوناگونیشان و زیباییشان هم در همین است. بله. و البته ما میدونیم که کتابی که آن را گویم که تجسمی گویم که ملی ما را در آن درس کرده است، البته این شاهنامه است. و برای اون که ما بخواهیم که مستحکمی دولت شد، برای ما بخواهیم که باز سببی با شعورانه رفتار و عمل کردن مردم باشد، البته آن را خواندن و آن را آسان کردن و سایت های مخصوص کشادن و در آن خبردار کردن و البته در حالت دیدن که اگر این چیز سببی تضاد بین فرهنگ ملی و فرهنگ دینی میشد، آن را سر وقت راه گرفتن نکرد. چون که دشمنان میتونن از این استفاده کنند. درست است و من گمان میکنم که همه گونه تضادها از اون سر میزنن که ما چیزی رو عمیق‌تر نآموختیم. دانش همه چیز به همه سوال ها جواب دارد و امروز ما باید فقط یک چیز رو حاضر برای خودمون مشخص کنیم که فرهنگ ملی فراختر از فرهنگ دینی است، زیرا دین در داخل فرهنگ ملی است. مثلا خود عرب ها فقط از دین اسلام عبارت نیستند، با چیزهای دیگری هم دارن. بله، خاص عربی خود رو دارن و ملت های دیگری هم که دین اسلام رو قبول کردن با چیزهای دیگری هم دارن. اونهایی که دین های دیگر دارن، مثلا دین بودایی یا دین نصرانی، غیر از دین با چیزهای دیگری هم دارن که اونها رو همچون ملت، همچون جامعه متمدن به بشریت میشناسونند. از این رو ما باید برای که نظر ما فراخ باشد، باید ما نظر خودمون رو از تاریخ خودمون آغاز کنیم و هر چیزی که در خودمون داریم، خب بگذار فرهنگ دینی داریم، فرهنگ ملی داریم، عنعنه داریم، تاریخ داریم، به قدر آنها برسیم و زیرا هر کدام آنها یک پایه هستند برای قصر استوار ملت. چون این است که از همه میگویند که دشمن سخت این دشمن است که در داخل باشد. بله. و ما میتوانیم که سرحدها مستحکم کنیم، ما میتوانیم بسیار چیزهای که امنیتی خود را تامین کرده ایم و آنها را باز نگه داریم، ولی کار بردن در این سمت، کار بردن با اون که بدانند که فرهنگ ملی جای خود را دارد و آن یکی از خشتی است در انکشاف و شناسایی خود انسان که خودشناسی میگویند و فرهنگ دینی جای خود را دارد که این هم در زمینه همون فرهنگ ملی گذاشته میشد و هیچ ضدیتی ندارند. این هم انسان سازی است، این هم مناسبت سازی است، این هم یک رفتاری هست. و نگفتنم ماند که در حالتی که ما از این سمت اگر کار نبریم، در این سمت روشن نسازیم علل خصوص جوانان خود را که در حالتی که آنها نشناسند، تاریخ خود را ندانند، خود را نشناسند، سبب افراطگری میشد. سبب آن می شود که این فکر میکنند که وقتی که انسان در یک سمت قوای خود را استفاده نمیبرد، وقتی که بیکار میماند، گوییم از یک خیلگی کارها دلبزن می شود، برای او میخواهد که یک انگیزه، یک دیگرگونی در او باشد، یک ابیکتی دشمنی برای خود بسازد، یک حریف بسازد و او با مبارزه برد. بله، این طلبات روانی انسان هاست و متاسفانه این هم باز هم سرچشمه میگیرد از همون ضربه های روانی کودکی
و انسان رنجیده، رنجش کودکی اگر که احیا نشده باشن، عافیت نشده باشن، اگر او همیشه همون یک نفر پیدا میکنه، همون آدمایی هستن که از این رنجش ها به منیک ها تبدیل میشوند که همیشه یک نفر پیدا کردن میخوان که نسبتی او جبر کنند. و من باور دارم که در ما اونقدر نیروی داریم، اونقدر فراست و فرهنگی داریم، اونقدر دانشمندان و صاحب علمان داریم که این چیزها رو خوب درک میکنن، بین مردم ترغیب میکنن و خاصه وزارت فرهنگ، وزارت معارف، اینها دستاندر کاران هستند، مسئولان این ساحه هستند که در ترغیب شاهنامه که واقعا تمام تاریخی تا اسلامی ملت رو خیلی خوب پیشنهاد میکند و در همون شکل نو باش. من مثلا تفسیرهای شاهنامه و برگردانهای شاهنامه البته قصه رو نقل میکنند ولی اون نیرو رو نمیدهند. و وقتی که همون با همون شکل تن با همون وزن خود عجیب شاهنامه وقتی که این شعر خوانده می شود و بسیار در مکتب ها، در من نمیدونم در کجایی که باشد آزمون های شاهنامه خوانده میشه. بله اون واقعا حس وطن خواهی رو بیدار میکند. بله اون حس وطن خواهی رو بیدار میکند. کسی که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود قهرمانی کند و این باید خیلی مسلم خیلی همون وضعیت تاثیر روانی شاهنامه رو خیلی روشن بیان میکند. من گمان میکنم که امروز ما در این باره چیزی گفته باشیم برای بینندگان عزیزمون. در اینجا برنامه امروزمون به انجام رسید. چند سخنی گفتیم برای شما درباره مقام بزرگان در تاریخ ملت ها و باید به قدر بزرگانمون برسیم، آنها رو احترام کنیم، از دانش ها، از ارزش هایی که آنها به روزگار ما آوردن به قدر ضروری استفاده بریم، زیرا همه چیزی که خداوند به ما داده است یک رسالتی دارد و رسالت آن بزرگان بنیاد کردن پایه های این ملت بود و شکرگزاری کنیم، نامشان را به احترام بگیریم، به قدرشان برسیم تا که واقعا ملت پیشرفته باشیم، زیرا آینده را تنها امروز معین میکنه. دانش های امروزه ما این زینه است برای بالا رفتن به آینده روشن. آباد باشید تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه.